سلام دوستان، مهدی فیزیکس هستم. حالتون چطوره؟ خیلی خوش اومدید یه ویدیو دیگه. چطوری گوجی؟ دیگه عادت کردیم به این وضعیت گوجی ما. یلا بلگین آره دیگه آرلا باز فری قدرت اومد. قدرت منطقه خیلی خوش اومدید به ماینکرافت. شروع از نه صفر. چالشی اتحاد اتحادی. آقا سری سوم سوروایولمونه. به خاطر نظرات بالایی که داشتم برای اینکه سری سوم رو شروع کنیم، بله یه سری سوم شروع کردیم از نه. سوروایول. خب برای که با هم دیگه دشمن نیستیم و با هم اتحاد داریم برای پیشرفت. بله و قرار خیلی خاطره های خفنی بسازیم. این سری با چی قراره سری شناخته شه گوجی؟ بیلدینگ های خفن دارم میگم. اوکی بیلدینگ خب های خفن بسازیم، کلی خاطرات خفن با هم دیگه توی ماینکرافت بسازیم. سوروایول. آقا توی قسمت اول ما یه خونه زدیم. آره یه متوجه خونه شدیم ساختیم. جایی که هستیم زیرش چندین غار مختلفه. پیداست. آره بله آقا مهدی خب میشه وسایل منو بدی؟ بیا داداش در فایل رمونم بده زود باش. اکسلکش کن وسایلت میاد. یه شمشیر بده، یه کلنگ بدو ببینم سری بدو. تموم شد. خب سری اول ماینکرافتمون به چی شناخته میشد؟ به خونه درختی. سری خب. دوم به برج میلاد. تو قسمت قبلی نظرسنجی گذاشتیم بچه این سری به چی شناخته بشه؟ خب بچه گفتن برج خلیفه. برج خلیفه. حالا بیا اون برجه رو بساز. مگه چرا کشکه؟ مهدی؟ راه ببین میگن اجازه دیگه بده. خودت مگه کاری دوغه؟ کردی. ببین سب کن. برج خلیفه خیلی قابلیت داره. بله خب. میدونم. ما بله، میتونیم میدونم خیلی قابله. به طوری بسازیمش. میدونستی همش شیشه شیشه نیست. نه جنابالی باید فایبر فرم گلاسه. شیشه بده. آره جنابالی باید گوزی جان فرم شیشه بزنی. میسازم فارم سنگ، فارم شیشه، فارم. وحشی. مرد. بغل این خونمون باگ- پرتگاهه. این باگ خونمونه ها. مهدی میخواد کرم بریزه، هر کی لبه وایسه اینجوری در. مهدی بیا بریم برج خلیفه رو گوزی من یه جا میسازم. خوب. اون چیزایی که نیاز داره برج خلیفه مثل شیشه و نمیدونم اون داستانا رو میسازم. آپشن هم میذارم توش. مثلا رفتی تو روی دکمه در باز شه بری بالا. همه اینا رو تو میسازی. میسازم. آره باور کن خب میسازم. بچه بیایم بریم یه لوکیشن خوب پیدا کنیم. تو رو خدا ببین ویلیجی چیزی میتونیم پیدا کنیم. خب بذار وسایلم پس بردارم. هدف- خواب پیدا کنیم. ویلیج بریم پیدا کنیم بچه. ویلیج وایسا. برو بریم ویلیج. خب هدفمون ساخت برج خلیفه است. بیا پشت بله. سر ما بیا. آره ولی موقتا برای اینکه زنده بمونیم باید ای یه آیرون بخور زن- نمیری پیدا کنیم دیگه. زنبور یه آیرونی پیدا کنیم. یه پیدا اصلا میکنیم. گوش بیا میده؟ پیدا شد. تو آیرون بگو، پیدا تو شد بگو، یه دونه. تو بگو. خیلی راحت ایزی. ای جوجه غذا بچه اگه بتونیم یه ویلیج پیدا کنیم خیلی به نفعمونه. دنبال من. اینجا بیا، دنبالش لوکیشنش صفره. خب خب خونمون تو صفر. البته چند تا خونه ای هم نیست. گوجی برداشتم وسایلاشو. خونه نیست دیگه اونجا. بریم مهدی، یه جا دیگه. به من کمشکای منم میدی بی زحمت؟ اونا یادم نه. دارم میخورم اینا رو. وارد برف شدیم با اون برفی. کجا رفتید؟ بیا دنبالم. بذار بیا مهدی دنبالم. گوزی هم بیاد. مهدی بذار گوزی هم بیاد. گوزی بیا گوزی. آخه کجا رفتید آخه؟ لوک بده. فریبرز. پیداتون کردم. حله بیا ای با چقدر اینجا خوبه. بایام فلته. بیا خر داره. آره خر داره. اینجا برای ساخت نه برج و جایی باید بسازیم که لب ساحل باشه. آره میسازیم. آقا چقدر بایوما. بچه نزن. آها پشماشونو با قیچی میکنم. بیا اینم هست.
قیچی داشتی؟ آی 4 تا پشم. الان بزنم بمیره. الان بزن بمیره. نه بیا اینا رو پرورش بدیم. آره، آره، پرورش آره، بدیم، آره. پرورش بدیم. آره. گوزی گیر داد به همینجا، پرورش همینجا. دادن همینجا بابا ما آقا از کجا میتونیم 2 تا گوسفند به این خوبه پیدا کنیم؟ تموم شد بیا. بابا ما داریم میریم. برو بریم اینجا- پرورش. اینا تا ابد اینجا. بریم. گوزی بریم آقا. همین گوزی. سریع یه مزرعه بزن. بابا سریع یعنی مزرعه چی؟ بزن. سیف کن. بابا اینجا قرار کورد نیست اینجا رو زندگی سیف کنیم، کن قرار گوزی. کوردینیت اینجا رو ها؟ سیف کن. اینجا رو سیف کن. اینا آقا، دیگه اینجا حبسن دیگه گوسفنده بریم. از این ور خروجی دارن آخه بچه‌ها. اه او، از این ور میتونم برم ایوه. بیرون. خب برم. دیگه نمیتونم برم. ای، برو بریم. داداش من موندم این تو. با اونا بزرگ شو. با اونا بزرگ شما یه داد. بکن بیا دیگه. بیا. نزن. مهدی نزن بذار بیاد بیرون بریم. بیا. بیاید دنبالم. کوردینیت اینجا رو سیف کنید بچه‌ها. آره سیف کن سیف کن. 170 12. آیرون. با آیرون آها میومد. منفی 170 12 یاد مهدی گوسفند بیا اینا رو ورده تختمون. اومدم، تخت اومدم. ردیفه. تخت ردیفه اوکی. بیا. تخت اوکی. مهدی بیا. اومدم. ایول. مهدی برو بریم ها. یه چیز خیلی عجیب پیدا ها. کردم. بریت. گلابی. مهههه. داداش خب. بیا اینا رو بزن دیگه. اینم بزن پشماش رو بردار. بیا گوزی وای نسه زدیم بیا. الان گشتمه. کجا میرید شما؟ هدفتون دنبال چیه؟ ویلیج. نه بگه اینجا نه. عجب تویی اینجا. مهدی غذا بده منم بخورم. به خدا دیگه نمیتونم بدوم. باید گوشفندا رو میشدیم. مهدی میزنم گوسفندا رو میزنم. بیا. پشماشو بزن. قرار بود من بزنم بابا من نمیتونم بدوم. بیا. بره. گذاشتم تو چیز بپز بخور. بره. آره بله. بره گوش نمیره؟ مهدی کوشی. برفات گوش نمیده. نه بره گوش نمیده. برفات گوش نمیداره. مهدی کوشی. من میام دنبال ویلیجم. دیدم. بیا همینجا رو مستقیم بریم میرسیم ها. پامکین بیای. پامکین یعنی اوکی چی؟ لک بده. آی مردم. بمیری وسایلاتو برمیدارم در بس. آره. لک بده. لوک به دو. 170 منفی 171 68 64. پامکین نماد اینه که این بغلا ویلیج آره. پامکین نماد ویلیجه گوزی. بله. اوه داره شب میشه ها دوستان. ویلیج پیدا میکنم الان براتون. آها بچه تمشکار میخواید یه کار دیگه پامکین. بکنیم به جای پامکین. ویلیج؟ چیکار کنیم؟ یه قارنوردی. نه. ببین اول ویلیج رو پیدا کنیم. خب وسایلاشونو برداریم. بعد بریم جای خودمون رو پیدا کنیم دیگه اونجا شروع کنیم دیگه یواش اونجا رو اوکی کنیم. الان شبه. میدونم روزه شبه. سیه. مهدی کجا رفت؟ ما رو کجا گذاشتی مهدی؟ وای آخ جون نمیدونم بره کجا لک مردم. بده. بردار وسایلمو ولی دستم بهشون. من اگه بدونم کجا مردی ور میدارم وسایل رو ای بهت نمیدم. وای. بابا از بس عجله میکنی خب یواش برو این ور اون ور.
آقا چرا چی کار دارید میکنید؟ همه یه جایی پخش و پلا شدیم. برو بالا. شب الان شد. کجایی؟ نمیدونم شبه من من- نمیبینم اینجا رو. منفی 287 69 ها؟ 218. داداش موقع لوک وسطی رو نگو. آها 280 اولی آخری رو بگو. منفی 287 218. بیاین اینجا. اونجا چی کار دارید میکنید؟ روشنایی چیه؟ آیتمام. روشنایی چیه؟ روشنایی پیدا کردی؟ چی شد؟ ویلیج. دن بده لوک بده. لوکیت اینجا رو تصویر فریبرز رو بیار. فریبرز. تصویر فریبرز رو بیار. لوکیت اینجا رو فریبرز پیدا کرد. آره به چه ویلیج. بده فریبرز کوردینیت بده یه دونه. منفی خدای 280 ویلیج پیدا کردی؟ 324. من قید و سلام بزنم. آره بابا بیا ویلیج که پیدا فریبرز بگو. بابا چند بار بگم دیگه. خب چیا دادین اینجا ناقلا. بذار اینجا فریبرز، سیو کنم. کجایی بگو. ریسپانس ست کردم اینجا. قید و سلامو زدم بچه از من اول منفی باید شروع 276 334 تال. فریبرز کجایی؟ بگو فریبرز. لوک بده. منفی 200 چی؟ یه بار میگم فریبرز. مرد. من مردم. چی مرد؟ منفی 261 331. اونجا چی کار داره میکنه خدایی؟ کی؟ اون کیه؟ من پشت مهدی رفتم گم شدم. بعد خودم یه جا پیدا کردم برای خودم. آفرین فری بود. مهدی چرا هی می‌ری؟ کجایی؟ در فریبرز بگو فریبرز. منفی نه جا اینا رو با هم بریم خب؟ دارم میره رسیدم من. کجا رسیدی؟ پیش فریبرز؟ فریبرز میگی؟ سیب زمینی. فریبرز گوشت. ها. 200 منفی 256 355. یه بار دیگه اگه بگی من بنویسم اینو. من ویلیج کوچولو ولی خوبه. در کل ویلیج خوبیه. قید وسایلمو زدم من نتونستم پیداشون کنم. بی خیال وسیلا. میدونید چیا داشتم؟ چیه داشتین؟ آیرون. اه. اومدید دوستان؟ بالاخره یا نه؟ منفی چند گفتی فریبرز؟ خوب را میافتیم فریبرز. 217 منفی 217 300 و چند 400 300 و چند فریبرز؟ 381. عالی تر از این نمیشه. صبح حرکت کنید دیگه یواش. اونجا چی کار داره میکنه؟ میدونه چقدر دوره؟ من دنبال مهدی داشتم میرفتم تا یه حدش. بعد گمش کردم. بعدش خودم ویلیج پیدا کردم. باری کلا بهت واقعا. نوکدم. منفی 200 فریبرز. 17 منفی 257 380. 380 چی؟ یه بار دیگه میگه 200 بلند میشه از اینجا میرم ها. برو وسایلشم خوردم. برو
فقط نون داشت با سیب زمینی. زنی مردم ها. مهدی با اون جونی که تو داری میای حتما سالم نمیرسی. 200 257 منفی 257 مثبت 380 برای بار 1000. یه بار دیگه میگی؟ منفی 217 منفی 257 مثبت منفی 217 ایز چطوری؟ نوکرم کجا نوکرم داری میری؟ به وقتش من به جون وقتش ندارم، غذا داری؟ به وقتش غذا به داری؟ وقتش به وقتش غذا داری من جون ندارم. میگم غذا به داری؟ وقتش چی به وقتش؟ من دارم میمیرم. غذا داری؟ به وقتش به وقتش داداش بمیر. دارم میمیرم. غذا داری؟ فرباز منفیه. ای کاش پیدا نمیکرده. منفی 257 380 نه یه بار دیگه بگو. قشنگ نگفتی. خوشم نیومد. 300 و مهدی دیگه نمیگه. 300 و بابا ما کم شدیم فریبرز. قشنگ شمرده منفی 200 و اینجوری بگو. منفی ببینم بلدی؟ 258 به بازه آفرین. یه. ها؟ نه. نه اومدیم بانک. نه یه لحظه بانکی شد این چیز. منفی 258 مثبت 366 مثبت 366 مثبت منفی در منفی. مثبت مثبت در منفی. زنگم دارن اینا. زنگم دارن اینا. فرباز ها یه بار دیگه میگی 200 و زنگو زدن. منفی یه دونه نتونستید بیاین اینجا بعد ادعاتونم میشه. فرباز 200 و گفتی چند؟ منفی 256 مثبت 366 ها منفی چی؟ من مردم. من رسیدم ویلیج مردم. رسیدی بگو بیام پیشوازت نون بدم. اه رسیدم اوف. تو رو خدا منو نزن. گوزی میخواد بمیره. گوزی مرد. فرباز 200 و دیدمت بابا. بیا آیه مهدی خان بیا غذا بدم بهت. بلند شو. منم دارم میام. بیا اینا رو بخور فعلا. 200 و خب بزنش اوی مسائل لوز داری نه؟ همشو دست تک در تک نکنی. نوکرم قابل نداشت. 200 من تومن با خر میام بچه. چرا میترسم من؟ مهدی خوش میگذری؟ مهدی جان خوش میگذری؟ دنبال چی میگردی؟ همه جا رو لوت کردی؟ دنبال چی میگردی؟ بهم بگو ببینم. خسته نباشی. خوبی مهدی؟ تو خوبی؟ تمام دیگه لوت کردیم اینجا را. اینجا چیزی نیست. بذار گوجی هم بیاد. اینجا یه تختی چیزی ریسپانی ست کنیم. یه تخت بزنید من دارم میام. تخت داری؟ سماورم آتیش کنید. یه ریسپانی ست کنیم بعد دنبال یه لوکیشن برای ساخت خونه بگردیم. خب دوستان عزیز امیدواریم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبالتون نره تا یه ویدیو دیگه. خداحافظ. خدافظ.